سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. در حل این معادله درجه 6 سنگین نکات بسیار مهم و ارزشمندی رو قرار با هم مرور کنیم. پس پیشنهاد می‌کنم حتما تا آخر دنبال کنید. معادلمون هست 27x به توان 6 منهای 36x به توان 4 منهای 2 تا x به توان 3 به اضافه 24x به توان 2 منهای 8 برابر با 0. جوابهای حقیقی این معادله رو میخواد که به دست بیاریم. ما میدونیم در مورد معادلات درجه 5 و بالاتر راه حل کلی به کمک رادیکال ها براشون وجود نداره. بنابراین اگر در مسئله معادله درجه 5 یا بالاتر دیدید، خب گفتیم راه حل کلی وجود نداره، پس باید دنبال ایده های خاص باشید. خب من قبل از اینکه اینو حل کنم یک حالت خاص از معادله درجه 6 رو براتون مرور میکنم و بعد کم کم ارتباط اون رو با مسئله‌ای که ما داریم پیدا میکنیم. خب یک حالت خاص از معادله درجه 6 معادله معکوسه هست. دقت کنید معادله معکوسه به این صورته: ax به توان 6 به اضافه bx به توان 5 به اضافه cx به توان 4 به اضافه dx به توان 3. دقت کنید این جمله وسط هست. ضرایب نسبت به اون جمله وسط متقارنند، یعنی اگر اینجا cx به توان 4 دارم، جمله بعدی هم cx به توان 2 هست. ببینید ضرایب نسبت به جمله وسط متقارن هستند. بنابراین ضریب x رو بخوام همین b میشه. پس bx به توان 1 و عدد ثابت همین a میشه به اضافه a برابر با 0. به این میگن معادله معکوسه. در واقع در این معادله با تبدیل x به 1x معادلمون تغییر نمیکنه. خب این معادله رو چجوری باید حل کنیم؟ دقت کنید زمانی که ضرایب نسبت به اون جمله وسط متقارن هستند به این معادله میگیم معکوسه. کافیه شما طرفین رو تقسیم بر x به توان نصف این ضریبه بکنید. یعنی طرفین این معادله تقسیم بر x به توان 3 اگر بشه اتفاق خوبی میفته. خب اگر شما طرفین رو تقسیم بر x به توان 3 بکنید، بعدش با یه تغییر متغیر ساده میتونید این معادله درجه 6 رو به معادله درجه 3 تبدیل کنید و شما میدونید که راه حل کلی معادله درجه 3 وجود داره که قبلا اینجا براتون تو این ویدیو توضیح دادم. بنابراین طرفین رو بر x تقسیم میکنید و بعد این تغییر متغیر x به اضافه 1x رو کافی مثلا y بگیرید. در این صورت این معادله بر حسب y از درجه 3 خواهد بود. ممکنه بپرسید خب این معادله معکوسه چه ارتباطی با معادله صورت مسئله ما داره؟ در معادله صورت مسئله که نسبت به جمله وسط ضرایب متقارن نیستن. ببینید منفی 36 مثبت 24 یا اینجا 27 منفی 8 اینها برابر نیستن. خب بیایید فرم کلی‌تری از این معادله رو مطرح کنیم. دقت کنید ax به توان 6 به اضافه bx به توان 5 به اضافه cx به توان 4 به اضافه dx به توان 3 تا اینجا دقیقاً همون جملات بالا هستن. از اینجا به بعد داستان متفاوت هست. ببینید تو بالای اینجا اگر 30 بود اینجا هم 30، ولی تو پایینی 30 خالی نیست. 30 ضرب در کا یه ضریب کایی اضافه میشه. تو بالای این با این برابر بود، تو پایینی بی خالی نیست. بی ضرب در کا به توان 2 ضرب در اون x میشه. و تو بالای اینجا آ داشتیم عین اینجا، ولی تو پایینی آ ضرب در کا به توان 3 خواهیم داشت. این معادله در واقع تعمیم معادله معکوسه هست انگار و روش حلش کاملا مشابه اونه. یعنی اینجا هم باز شما کافیه طرفین رو تقسیم بر x به توان نصف این بکنید و عبارتی شبیه این رو میتونید مثلا مجهول کمکی y بگیرید. بر حسب اون y این معادله از درجه 3 خواهد شد. خب چجوری چک کنیم که آیا معادله ما به این فرم هست یا نه؟ دقت کنید. ببینید اگر شما اون کار رو میخواید به دست بیارید، بیاید ضریب x به توان 2 رو بر ضریب x به توان 4 تقسیم کنید. یعنی c کا رو بر c انگار تقسیم میکنیم و میشه کا. پس ضریب x به توان 2 بر ضریب x به توان 4 تقسیم بشه کا رو به ما میده. بعد چک کنیم ببینیم در مورد بقیه ضرایب هم اون کا2 و کا3 برقرار هست یا خیر و اینجوری تشخیص میدیم که آیا این به این فرم هست یا نه. پس ضریب x به توان 2 رو بر ضریب x به توان 4 تقسیم کنیم. یعنی 24 رو بر منفی 36 تقسیم کنیم، این کامون هست. 24 بر منفی 36 به 12 صورت مخرج رو ساده کنید میشه منفی 2/3. حالا دقت کنید در مورد b و b کا 2. خب b ضریب x به توان 5، اینجا ما x به توان 5 نداریم، یعنی انگار اون b صفره. پس قاعدتاً این ورم 0 ضرب در اون کا به توان 2 میشه 0، یعنی ضریب x به توان 1 هم باید 0 باشه که اینجا هم x به توان 1 نداریم و اون اوکیه. بریم بعدی رو چک کنیم. ببینید عدد ثابتمون رو اگر تقسیم بر ضریب x به توان 6 بکنیم،
آ کاسه بر آ باید کا به توان 3 به ما بده دیگه، درسته؟ پس اگر من عدد ثابتم رو بر ضریب x به توان 6 تقسیم کنم که میشه منفی 8 تقسیم بر 27، آیا کا به توان 3 به من میده؟ بله، چرا که این کاه این به توان 3 برسه دقیقا همون هست. پس این برابر با کا به توان 3 و اینجا ما میتونیم نتیجه بگیریم که این معادله به فرم این معادله هست و گفتیم حل این به چه صورته؟ کافی طرفین رو بر x به توان نصف این تقسیم کنید. پس میام طرفین این رو بر x به توان 3 تقسیم میکنم. دقت کنید که x مساوی با 0 در این معادله صدق نمی کند. پس x به توان 3 هم قطعا 0 نیست و با خیال راحت تقسیم طرفین این بر x به توان 3 رو میتونیم انجام بدیم. خب این کارو بکنیم. ببینید بر x به توان 3 تقسیم کنم این میشه 27x به توان 3. 27x به توان 3. اینو بر x به توان 3 تقسیم کنید میشه منفی 36x. اینو بر x به توان 3 تقسیم کنید میشه منفی 2. اینو بر x به توان 3 تقسیم کنید 24x و اینو بر x به توان 3 تقسیم کنید منفی 8 بر x به توان 3. حالا دقت کنید جملات این رو چجوری باید دسته‌بندی کنیم که با تغییر متغیری مشابه این بتونیم به یک معادله درجه 3 بر حسب y برسیم. دسته‌بندی جملات هم دقیقاً به این صورته که جملاتی که نسبت به جمله وسط فاصله یکسانی دارند، یعنی این با این مثلا این با این دسته‌بندی میشن. خب بریم کار انجام بدیم. دقت کنید یعنی این پس با این در نظر گرفته میشه، این جمله با این جمله، اینم که به تنهایی. خب براتون بنویسم جملاتی که با هم دسته‌بندی شدن در کنار هم نوشته بشن. این بیاریم و به این صورت و بعد منهای 36x به اضافه 24x کنار هم باشن و منهای 2 هم که به تنهایی. حالا توجه کنید به این. خب اینجا 3x به توان 3 دارم و اینجا 2x به توان 3 داریم. دقت کنید انگار اون 3x و 2x عبارت‌های مهمی هستند که این دوتایی که با هم دسته‌بندی شدن هم این موضوع رو تایید میکنن. چرا؟ چون کافیه بین اینها از یه منفی 12 شما فاکتور بگیرید که عین عبارت 3x و 2x ایجاد بشه. از این منفی 12 فاکتور بگیرید 3x دارید و بعد منهای 2x. دقت کنید منفی 12 در 3x میشه منفی 36x، منفی 12 در منفی 2x میشه 24x. یه منهای 2 هم داریم برابر با 0. حالا کافیه شما این عبارت رو متغیر جدید مثلا y بگیرید. خب اینجا براتون بنویسم من میام 3x منهای 2x رو y میگیرم. خب اول سعی کنیم این عبارت رو بر حسب اون y بنویسیم. چجوری؟ یه اتحاد رو براتون مرور کنم من. ببینید a منهای b به توان 3 خب میشد a به توان 3 منهای 3a2b به اضافه 3ab2 و منهای b به توان 3 که این رو یه جور دیگه هم میشه نوشت که بیام a3 منهای b3 در کنار هم و این دو جمله وسط بینشون از یه منفی 3ab اگر فاکتور بگیریم از این میمونه a، از این میمونه منهای b. پس از یه منفی 3ab فاکتور بگیرم داخل پرانتز دارم a منهای b، منفی 3ab در a منهای b. خب دقت کنید این با این برابر هست. من اگر بیام طرفین این رو به توان 3 برسونم و از برابری این با این استفاده کنم میتونم معادلی برای این بر حسب اون وایه به دست بیارم. خب اینجا براتون بنویسم اون وایه ما هست 3x منهای 2x. طرفین رو به توان 3 میرسونم. a منهای b به توان 3 از این معادلش استفاده میکنم. میشه a به توان 3 منهای b به توان 3، یعنی 3x به توان 3 میشه 27x به توان 3 منهای 2x به توان 3 میشه 8 بر x به توان 3 و بعد منهای 3ab یعنی منهای 3 برابر ضرب 3x و 2x. 3x در 2x x ها با هم میرن میشه 6 منهای 3 برابرش پس منهای 18 در a منهای b. a منهای b هم که همون y بود. دقت کنید a منهای b همون y هست پس منهای 18 y. به این صورت ما میتونیم برای این عبارتی که اینجا داشتیم یک معادلی بر حسب y به دست بیاریم. چرا که این عبارت دقیقاً همینه
اینجا وای به توان 3 دارم. اگر این بیاد اینور، وای به توان 3 به اضافه 18 وای معادل همین قسمت هست که با این برابر هست. پس به جای این جاگذاری میکنیم وای به توان 3 به اضافه 18 وای. خب به این پایین تر براتون بنویسم. به جای این وای به توان 3 به اضافه 18 وای و اینجا منهای 12 تا وای و منهای 2 برابر با 0 هست. 18 وای منهای 12 وای میشه مثبت 6 وای. پس وای به توان 3 به اضافه 6 وای منهای 2 برابر با 0. وای به توان 3 به اضافه 6 وای منهای 2 برابر با 0 هست. حالا ما باید سعی کنیم از این معادل وای رو به دست بیاریم، بعد اون وای رو اینجا جاگذاری کنیم که x رو بتونیم به دست بیاریم. دقت کنید دنبال جوابهای حقیقی معادلمون بودیم، یعنی دنبال x های حقیقی هستیم. هر x حقیقی اینجا جاگذاری بشه، حالا به جز 0 که تعریف نمیشه، این رو حقیقی به ما میده. بنابراین ما دنبال وای های حقیقی هستیم، پس دنبال جوابهای حقیقی این معادله هستیم. خب حل این معادله درجه 3 روش‌های مختلفی داره. قبلا تو اون ویدیویی که معرفی کردم خدمتتون، اون رو مفصل توضیح دادیم، فرمول کاردانو رو به دست آوردیم. از اون هم میتونید استفاده کنید. در پلیلیست حل معادلات درجه 3 و 4 هست. ولی اینجا میخوام با یک روش متفاوتی این رو حل کنیم که این روش جدید رو هم یاد بگیرید. خب دقت کنید در مورد این معادله درجه 3، اولا اینکه وای به توان 3 اکیداً سعودی 6 وای منهای 2 اکیداً سعودی جمع 2 تا اکیداً سعودی، کل این اکیداً سعودی خواهد شد. بنابراین انگار من یه تابع درجه 3 اکیداً سعودی دارم. تصور کنید درجه 3 اکیداً سعودی قطعاً محور رو فقط در یک نقطه قطع میکنه. بنابراین این معادله دقیقاً یک جواب حقیقی دارد. پس من اگر یک جواب حقیقی برای این به دست بیارم، کار تمومه. قبل از ادامه حل یه اتحاد مهم رو براتون مرور میکنم. اتحاد اویلر. خب بریم که اول این اتحاد براتون مرور بشه. A به توان 3 به اضافه B به توان 3 به اضافه C به توان 3 منهای 3ABC برابر هست با A به اضافه B به اضافه C ضرب در A2 به اضافه B2 به اضافه C2 منهای AB منهای AC منهای BC. به این صورت. خب اون پرانتز دوم رو هم میتونید دستکاری کنید و به فرم دیگه‌ای در بیارید. کافیه اینو ضرب در 2 و تقسیم بر 2 کنید و با یه دسته‌بندی خیلی ساده معادلش رو میتونید به دست بیارید که به این صورت هست. خب پرانتز اول همین، پرانتز دوم معادل این رو با روشی که براتون توضیح دادم میتونید به این صورت بنویسید. خب A منهای B به توان 2 به اضافه B منهای C به توان 2 به اضافه A منهای C به توان 2. خب از این اتحاد من میتونم یک نتیجه‌ای بگیرم. این نتیجه اینجا برای ما مهم هست. دقت کنید اگر A, B و C اعداد حقیقی باشند و این صفر باشه، یعنی A به توان 3 به اضافه B به توان 3 به اضافه C به توان 3 منهای 3ABC برابر با صفر باشه، خب وقتی این ور صفره یعنی اون ور هم صفره که من با این کار میکنم. پس اگر این صفره یعنی این هم صفره، بنابراین یا این پرانتز صفره یا این پرانتز صفره. پس میتونم نتیجه بگیرم که یا جمع A و B و C صفر هست یا این پرانتز صفره. به این دقت کنید جمع چند تا عبارت نامنفیه. خب در حوزه اعداد حقیقی ما میدونیم که جمع اینها فقط زمانی صفر میشه که همه اینها همزمان صفر باشند. یعنی چی؟ یعنی A منهای B صفر باشه، B منهای C صفر باشه، A منهای C صفر باشه. خب این کار اگر انجام بدید میرسید به نتیجه A مساوی B مساوی C. به این صورت. پس براتون مرور کنم. اگر A، B و C اعداد حقیقی باشند و داشته باشیم A به توان 3 به اضافه B به توان 3 به اضافه C به توان 3 منهای 3ABC برابر با 0، اون وقت میتونیم نتیجه بگیریم که یا جمع A و B و C صفر هست یا A و B و C با هم برابر هستند. خب همین رو بالا هم براتون می‌نویسم که کنار مسئله خودمون داشته باشیم این رو و راحت بتونیم اینها رو با هم مقایسه کنیم. ببینید گفتیم A به توان 3 به اضافه B3 به اضافه C3 منهای 3ABC اگر صفر باشد، اون وقت یا جمع A و B و C صفره یا A و B و C با هم برابر هستند. خب این چه ارتباطی با این داره؟
چجوری میتونه در حل این مفید باشه؟ دقت کنید من بیام به جای آ از اسم وای استفاده کنم. اینا فقط یه سری اسم مجهول هستن دیگه. به جای آ از وای استفاده میکنم تا شما ارتباط اینها رو راحت تر تشخیص بدید. پس به جای آها وای می نویسم. وای به توان 3 به اضافه بی به توان 3 به اضافه سی به توان 3 منهای 3 وای بی سی یا منهای 3 بی سی وای. اگر این برابر 0 باشه اون وقت یا جمع وای و بی و سی صفره. دقت دارید که به جای آ وای گذاشتیم. یا وای و بی و سی با هم برابر هستند. خب این عبارت رو مرتب تر بنویسم که شما راحت بتونید با این مقایسهش کنید. ببینید وای به توان 3 منهای 3 بی سی در وای و بعد به اضافه بی 3 به اضافه سی 3 برابر با 0. این رو میخوام با این مقایسه کنید. پس این عبارت رو هم دقیقا زیر این براتون بنویسم. وای به توان 3 به اضافه 6 وای منهای 2 برابر با 0. خب اینها رو با هم مقایسه کنید. وای به توان 3 وای به توان 3 6 وای منفی 3 بی سی وای. پس انگار منفی 3 بی سی برابر 6 هست. اینجا براتون بنویسم منفی 3 بی سی برابر با 6 هست و اینجا بی به توان 3 به اضافه سی به توان 3 و پایین منفی 2 داریم. پس بی به توان 3 به اضافه سی به توان 3 برابر با منفی 2 باید باشه. دقت کنید از این دو معادل دو مجهول بی و سی رو باید به دست بیاریم و بعد از این نتیجه ها اون وایه رو میتونیم محاسبه کنیم، یعنی ریشه این رو میتونیم به دست بیاریم. خب این دو معادل دو مجهول چجوری باید حل کنیم؟ اولا اینکه اینجا میتونیم سادهش کنیم. منفی 3 بی سی برابر 6 طرفین بر منفی 3 تقسیم بشن. بی سی برابر منفی 2 هست. بنابراین این رو براتون به این صورت آپدیت کنم. بی سی برابر با منفی 2. پس این دو معادل دو مجهول ما به این صورت شد. حالا توجه کنید گفتیم یا وای به اضافه بی به اضافه سی صفره که وای برابر با اینا برن اونور منفی بی منهای سی هست و یا وای و بی و سی با هم برابر هستند. خب آیا بی و سی میتونن با هم برابر باشن؟ اگر بی و سی با هم برابر باشن اینجا میشه بی به توان 2 بی ضرب در بی. بی به توان 2 برابر با منفی 2. خب توان 2 عدد حقیقی منفی نمیتونه باشه. پس در این مسئله ما این به ما جوابی نمیده و باید بریم که این رو به دست بیاریم. پس از این دو معادل دو مجهول بی و سی رو محاسبه میکنم و بعد وای مساوی منفی بی منهای سی هست. وای رو که به دست آوردیم اینجا میذاریم که ایکس رو به دست بیاریم. خب خلاصه چیزی که تا اینجا نوشتیم، پس این دو معادل دو مجهول ما و وایمون هست منفی بی منهای سی. اینجا براتون بنویسم بی سی برابر با منفی 2 و بی به توان 3 به اضافه سی به توان 3 برابر با منفی 2 هست. وای رو که قراره به دست بیاریم یادمون باشه که منفی بی منهای سی بود. خب چجوری اینو حل کنیم؟ خیلی ساده است. از اینجا میتونم سی رو به دست بیارم که برابر با منفی 2 بیوم هست و تو پایینی این رو جاگذاری کنم، یعنی به جای سی های پایین منفی 2 بیوم بذارم. خب اینجا بی به توان 3 به اضافه منفی 2 بیوم به توان 3 میشه منفی 8 بر بی 3. پس منهای 8 بر بی 3 برابر با منفی 2 هست. منفی 2 هم بیاریم این ور به این صورت بنویسیم. حالا طرفین رو در بی به توان 3 ضرب میکنم من. اینجا میشه بی به توان 6. این در بی به توان 3 ضرب بشه میشه 2 تا بی به توان 3 و این در بی به توان 3 ضرب بشه میشه منفی 8 به این صورت. خب اگر یه لحظه تو ذهنتون بی به توان 3 رو تی بگیرید، داریم تی به توان 2 به اضافه 2 تی منهای 8. پس کافیه با اتحاد جمله مشترک دنبال دو تا عدد بگردیم که جمعشون مثبت 2 و ضرب منفی 8 باشه. اون دو تا عدد چیا هستن؟ ببینید جمع مثبت 2 ضرب منفی 8 مثبت 4 و منفی 2 هستن. درسته؟ مثبت 4 و منفی 2 یعنی تی به اضافه 4 در تی منهای 2. تی چی بود؟ بی به توان 3 رو تی گرفتیم. پس همینجا من پاک کنم به جای تی بذارم بی به توان 3 به این صورت. خب وقتی حاصل ضرب اینها صفره یا این اولی صفره یا دومی.
اولی صفر باشه b به توان 3 برابر با منفی 4 هست. دومی صفر باشه b به توان 3 برابر با مثبت 2 هست. خب اینها رو چجوری حل کنم؟ دقت کنید مثلا به این b به توان 3 برابر با 2 یعنی b برابر با ریشه های سوم عدد 2 هست که میدونیم عدد 2 3 تا ریشه سوم داره که البته 2 تاش مختلطه، یکیش حقیقیه. چون در این سوال ما دنبال جواب‌های حقیقی هستیم، من فقط جواب حقیقی رو براتون می‌نویسم. یعنی اینکه از اینجا نتیجه میگیرم b ما فرجسته عدد 2 هست و از بالایی نتیجه میگیرم که b ما فرجسته عدد منفی 4 هست که اون منفی رو هم میتونیم بدیم بیرون، یعنی منفی فرجسته 4. خب ما b رو تونستیم به دست بیاریم. c رو چطور به دست بیاریم؟ خب اینجا در رابطه ستاره کافی اون b رو جاگذاری کنید که c به دست بیاد که دیگه این خیلی ساده است. پس اینها رو در رابطه ستاره اگر جاگذاری کنید به راحتی میتونید c رو هم به دست بیارید. مثلا این رو اگر اینجا جاگذاری کنید به جای اون 2 میتونید بذارید فرجسته 8. پس منفی فرجسته 8 تقسیم بر منفی فرجسته 4 تقسیم اینها میشه فرجسته 2. بنابراین c فرجسته 2 هست. با استدلالی مشابه در مورد این پایینی هم به راحتی به دست میاد منفی فرجسته 4. دقت کنید این دستگاه دو معادل دو مجهول نسبت به b و c کاملا متقارن هست. بنابراین برای b هر چی که به دست اومده برای c هم باید به دست بیاد. برای b هر چی که به دست اومده برای c هم باید به دست بیاد. خلاصه این که y ما بود منفی b منهای c. اینجا براتون بنویسم y ما بود منفی b منهای c که شما هر کدوم از این حالت‌ها رو که در نظر بگیرید وقتی منفی b منهای c رو به دست بیارید عبارت یکسانی میشه. ببینید منفی b منهای c میشه فرجسته 4 منهای فرجسته 2. فرجسته 4 منهای فرجسته 2. در مورد این هم منفی b منهای c یعنی منفی فرجسته 2 منهای این منها میشه مثبت. بنابراین بازم میشه این منهای این. دقیقا همین عبارت. پس با هر کدوم برید نتیجه یکسان هست. خلاصه ما تونستیم تنها جواب حقیقی معادله y3 به اضافه 6y منهای 2 رو به دست بیاریم که به این صورت است. فرجسته 4 منهای فرجسته 2. این y ما هست. دقت کنید ما دنبال x بودیم. تغییر متغیر رو بیاریم. y هست 3x منهای 2x. بنابراین در مرحله بعدی کافی 3x منهای 2x رو برابر با y که به دست آوردیم بذاریم. یعنی فرجسته 4 منهای فرجسته 2. خب عبارت ها همه رو ببریم یه طرف و در x هم ضرب کنیم. در x ضرب کنیم اینجا 3x2 دارم. این عبارت بیاد اینور قرینه میشه و بعد در x هم ضرب بشه. یعنی میشه فرجسته 2 منهای فرجسته 4 و بعد ضرب در x. دقت کنید این بیا سمت چپ قرینه میشه. من میتونم قرینه کردم جای این دوتا رو عوض کردم انگار و بعد ضرب در x هم کردیم. خب اینم ضرب در x بشه میشه منهای 2. پس یه معادله درجه 2 به این صورت داریم که کافیه ریشه های این رو به دست بیاریم که جواب های حقیقی معادله درجه 6 ما هم هست. خب اول بریم دلتاش رو محاسبه کنیم. دلتا بود b به توان 2 منهای 4ac یعنی این به توان 2. پس فرجسته 2 منهای فرجسته 4 به توان 2 منهای 4ac به این صورت. خب این رو اگر به توان برسونیم این اولی به توان 2 میشه فرجسته 4 به اضافه دومی به توان 2 میشه فرجسته 16 به اضافه فرجسته 16 منهای 2 برابر اولی در دومی یعنی منهای 2 برابر ضرب اینها میشه منهای 2 تا فرجسته 8. فرجسته 8 هم که میدونیم 2 هست. پس منهای 2 تا فرجسته 8 یعنی منهای 4 به این صورت و بعد اینها 4 3 2 ضرب اینها میشه 24 منفی در منفی هم مثبت. بنابراین به اضافه 24. خب 24 منهای 4 رو هم میتونیم ساده کنیم به جاش 20 بنویسیم. پس این رو همینجا براتون پاک میکنم و به جاش میذارم به اضافه 20. خب اگر دوست داشتید این در ساده ترین فرم باشه 16 رو میشه نوشت 8 ضرب در 2. 8 میاد بیرون از این فرجسته و میشه 2 تا فرجسته 2. پس این رو پاک کنم به جاش بذارم 2 تا فرجسته
2 به این صورت. خب حالا بریم که x هامون رو به دست بیاریم. دقت کنید x بود منفی b به اضافه منهای رادیکال دلتا تقسیم بر 2a. بنابراین x ما برابر هست با، خب اینجا خط کسریم رو از این کمک بگیرم به این صورت، منفی b یعنی منفی این، منفی رو تو این اثر بدیم میشه فرجسته 4 منهای فرجسته 2، فرجسته 4 منهای فرجسته 2 به اضافه منهای رادیکال دلتا. دلتامون رو محاسبه کردیم این شد. پس زیر رادیکال باید اینو بنویسیم، فرجسته 4 به اضافه 2 تا فرجسته 2 به اضافه 20 و تقسیم بر 2a. آمون 3 بود، 2 برابر 3 میشه 6. بنابراین این دو جواب حقیقی، یکی با مثبت یکی با منفی، میشن کل جوابهای حقیقی معادله درجه 6 ما. پس معادله درجه 6 صورت مسئله فقط 2 جواب حقیقی به این صورت داره، بنابراین 4 جواب دیگهش مختلط هستن که البته اونها مد نظر ما نیست. امیدوارم از حل این مسئله زیبا لذت برده باشید. اگر این مدل سوال چالشی ریاضی رو دوست دارید، پیشنهاد میکنم کانال رو از طریق این لینک سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو روشن کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. و در صورت تمایل برای تهیه پک‌های 0 تا 100 ریاضی دبیرستان و کنکور از این لینک میتونید اقدام کنید. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه بودید. موفق باشید.